بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بیننده های عزیز، خوش آمدید به آخرین ویدیوی از بحث منستریال سایکل. تشکر از اینکه بیننده هستین. در ویدیوهای قبلی بحثای داشتیم روی که منستریال سایکل چی هست، در چند مرحله صورت میگیره، یک پریود نرمال یا یک سیکل نرمال چی هست، در پهلوش ما چگونه هایجن رو مراعات کنیم در پریود و چه قسم سالم باشیم. در این ویدیو بحث میکنیم که آیا واقعا پریود یا قاعدگی یک شرم هست، آیا واقعا باید پنهان شوه و اگر ما ای را آشکار بسازیم به چه شکل باید آشکار بسازیم، چگونه آگاهی را در میان مردم پخش بسازیم، چگونه ای را در میان مردم تبدیل کنیم به واقعا یک پدیده نرمال. چون اکثریت دختر خانم ها همیشه سوال میکنه چرا ما باید مریض شم، چرا ما باید این حالت تجربه کنم. از دسته که در جامعه به چشم بد به پریود نگاه میشه، از دسته که در جامعه بسیار زیاد پنهان شده و فکر میکنه مردم که یک ضعف است، یک ناتوانی است. به می خاطر باعث مشکلات بسیار زیاد شده، باعث بدبختی های بسیار زیاد شده. اکثریت کسایی که زندگی زناشویی خراب داره دلیلش است که اینا مواظب از این حالت ها نبوده، شرم های بیجار در زندگیشان آورده و شرم ها را انتقال داده، نسل به نسل بیشتر و بیشتر شده میره. حالا مشکلات زیاد در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی، در زندگی زناشویی برشان به وجود آمده. هم خودش ناراحت است، هم خودش بدن سالم نداره، هم اطرافیانش رنج میبره، هم در جامعه سهم فعال نداره. پس بیاییم این استیگما را از بین ببریم به شکل درستش و آگاهی را پخش کنیم در میان مردم، علمش را پخش کنیم در میان مردم که آیا واقعا این شرم است؟ اسلام به چی میگه در مورد دوران قاعدگی و ما چه کارهایی را باید انجام بدیم؟ یگانه راه حل از این پخش و نشر علم است در میان زنا. ما میتونیم زنا را، حتی تنها بحث زنا اینجا مطرح نیست، باید مردم هم در مورد از این مسائل بفهمن. متاسفانه یک چیزی که همیشه در جامعه عام است این است که از این مسائل فقط باید زنا آگاه باشه. چرا باید زنا آگاه باشه؟ در جامعه ای که زن قدر توانایی نداره که بره پیش دکتر، در جامعه ای که زن خودش نمیتونه پیش دکتر بره، باید پدرش، باید برادرش و یا هم شوهرش از این حالت آگاه شود تا ایره پیش یک دکتر ببره. و اونا هم باید این معلومات داشته باشه. وقتی خود یک خانم بیان کرده نمیتونه این معلومات داشته باشه در مورد مشکل خانمش و او رو پیش دکتر ببره. پس این موضوع فقط بر زنان نیست، باید مردان هم از این آگاهی پیدا کنن. در کشورهای دیگه در مکاتبشان، در پوهنتون‌هایشان تدریس میشه تا به شکل درست از این حالت اینا براین، تا او را درست منیجمنت کنه. اما ما فقط خود پنهان میسازیم. وقتی این بحث میشه کوشش میکنیم به شکل بسیار بسیار غیر مستقیمی را بیان کنیم و یا هم بسیار نقاط شما اصلا پنهان بسازیم، اصلا بیان نکنیم اونا را. همین دلایل دست به هم میده که مردم از آگاهی نداره، زنم از آگاهی نداره. و فقط پروسه است که ما پیش میبریم به شکلی که به طرزی که خود ما میخوایم و او شکل، او طرز کاملا اشتباه هست. پس ما میتونیم زنا را با علم و دانش آگاه بسازیم. وقتی اینا آگاه شدن، وقتی اینا فهمیدن، به شکل درست البته فهمیدن، در او صورت میتونن که اینا از این حالت بسیار خوب منیجمنت کنن، پریود خود به صورت منظم پیش ببرن. اما نکاتی که مهم است، نکاتی که لازم است، اون نکات در نظر داشته باشن، به دخترایشان، به نسل بعدی انتقال بدن تا باشه یک جامعه سالم داشته باشیم. در افغانستان زنای بسیار زیاده از اثر از این امراض رنج میبره. افغانستان یگانه کشور دنیا است که زنایشان زودتر میمره نسبت به مردان. در تمام کشورهای مختلف جهان، کشور اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، مردایشان طول عمرشان کم است نسبت به زنا. اما در افغانستان زنا به نسبت از این مشکلات نسایی اکثریتشان در سن بسیار کم میمرن و یا همون سن زیادتر که داشته باشن، همون سن اوسط که ما در نظر بگیریم 50-55 سالگی هستن. چون دلیلش موجودیت همین امراض است و منشأ امراض نسایی همین پریود است که این پریود به صورت درست پیش نمیره.
در این پیریود هایجین مراعات نمیشه. در این پیریود ما کارهایی را انجام میتیم که نباید انجام بدیم. استراحت داده نمیشه، کارهای بسیار سنگین دخترها میکنن و یا در کنارش نظافت مراعات نمیکنه، یا هم اگه برش مشکل پیش شود، یک مشکل بسیار خرد را با فامیل شریک نمیسازه و از اثر از این یک مشکل بسیار بسیار کلان پیش میاد که بعدا گفتم نه تداوی میشن، نه هم میتونه خانم و زندگی نرمال که سابق داشت را داشته باشه. باز هم میخوایم یادآور شم به بعض از علایمی که میتونه در اثر در امی دوران قاعدگی به وجود بیاید یا 2 روز پیش از امی پیریود میتونه پیش خانم به وجود بیاید، چون لول هورمون ها پایین میاد. یگانه دلیل از این علایم موجودیت امی هورمون های ابنورمال است، یعنی هورمون ها تعادلش بر هم میخوره، بعض هورمون ها زیاد میشه، بعض هورمون ها کم میشه. خصوصا در زمان پیریود لول تمام هورمون های جنسی پایین است. پایین بودن از این لول هورمون ها نسبت به حالت نرمال باعث از این مشکلات میشه که خانم خفه می باشه، بعض اوقات اضطرابی می باشه، در پلوش قهر می باشه که تحمل شود. باید دیگه شوهر نخیزه که تو چرا تو گفتی، خواهر نخیزه که تو چرا تو گفتی، دیگه جنگ باشه در خانه، دعوا باشه. خب درک کنیم درست است، این خانم این حالت است که بسیار نرمال است، میتونه کم قهر باشه، خیر مادرتان است، تحمل کنین، میتونه کم قهر باشه و شما کمک کنین در اون روزا، شما برش دلداری بتین، در پلیش همراهش باشین، درکش کنین. بعضی دختر خانم ها حتی گریه میکنن. اول ای که گفتم در جامعه ای به شکل نقطه ضعف حال کاملا بین مردم پخش شده که یک نقطه ضعف خانم است. اول ای که میگه ما باز هم رسیدم به نقطه ضعف. مسئله دوم ای که بر ما یاد نداده ایره چطور منیجمنت کنیم. حتی دختر خانمایی که نوجوان هستن، مادرایشان از هیچ خبر نیست. این دخترها 1-2 سال، 1 سال، حداقل هم 1 سال اکثریتشان ایره پنهان میکنن، بسیار به سختی، بسیار به مشکلات. مادرای مسئولیت دارن، باید بفهمن وقتی که دخترشان به این سن رسید و 9 سالگی حتی 10 سالگی رسید برش یاد بده دختر قندیم این شرایط می آید و یک چیز نرمال است، کاملا برش تمام ابعادش تشریح کنه. یک مادر باید توانمند باشه تا یک دختر توانمند در جامعه به بار بیاد. وقت مادر خودش آگاهی نداشته باشه، وقت مادر خودش نفهمه که چه کارهایی رو من در حیض انجام بدم، چگونه میتونه به دخترش رو برسانه، مادر بسیار بیغم باش، مادر بسیار ناآگاه می باشه از این حالت ها، دختر خود رها میکنه، دختر در 14 سالگی می باشه یک کلمه از این چیزا نمیفهمه. پس وقتی که او هیچ چیز را نفهمه، وقتی مادر برش چیز نگویه، و دختر چطور میتونه او حالت به صورت درست سپری کنه در همون سن خردش، در همون معصومیتش، در همون دوران نوجوانیش و مشکلات مواجه میشه. بعدن او که نتونست که قاعدگی خود برتون بگه، او چطور میتونه مشکلات نسایی خود برتون بگه؟ دخترتون از سن خرد بدبخت نسازین، متوجهش باشین، مراقبش باشین، مسئولیت شما هست، شما باید مسئولیتتان ادا کنین. نمیشه که بگوین شرم است. ما چه قسم به دختر خود بگویم؟ چرا بیان کردن از این چیزا به یک دختر شرم باشه؟ آگاهیش بسازین، تمام مسائل برش بگوین تا دخترتان یک دختر آگاه باشه، بعدن او هم به نسل دیگه خود را منتقل بسازه و این آگاهی درست میان مردم پخش و نشر شد. چیز دیگه که لازم است که ما باید ایموشنال سپورت کنیم اینا را. قسمی که قبلا گفتم اینا میتونه قهر باشه، اینا میتونه عصبانی باشه. خب بشینیم امراش قصه کنیم، درد دل کنیم، کم دل آسایش کنیم. بعض اوقات یک مشکل خورد از خاطر از این هورمون ها پیش به وجود میاد، یعنی قهر می باشه، خود خانه یک جنگ بسیار کلان میشه، یک حالت بسیار بد اتفاق میفته. خانم ها، اکثریت خانم ها به خاطر همین کاملا افسرده شده، رفتن به افسردگی و دپرشن. نگذارین که مشکلات بسیار زیاد به خاطر یک گپ عادی بسیار خرد به وجود بیاد. اونا رو سپورت کنه. اگر خواهرتان هسته، اگر مادرتان هسته، اگر خانمتان هسته، اونا رو سپورت کنین، همراهش باشین، دلداری بتین، درکش کنین. باید خانم استراحت کنه حداقل در روز اولش، چون تغییرات هورمون ها هست، حالتش بر هم خورده، خسته هست، مانده هست، قهر است. اجازه بتین استراحت کنه، حداقل یک چند ساعت خود استراحت کنه. اگر کل روز نمیتونه استراحت کنه، یک چند ساعت استراحت کنه. اجازه بتین که او هم مثل یک انسان زندگی کنه. در پولیش چون ضایعات موجود بوده،
مثلا امو مقدار کمی که یک خانم خون ضایع کنه امو 30 میلی لیتر است. خب ای باید معاوضه شود، ای باید ما برش غذاهایی را بتیم، باید به شکل ای دوباره اعاده شود. پس ما میتونیم با دادن بعض غذاهای مقوی که باز بحث هم روی از می داشته باشیم، روی از که ما چگونه ای را دوباره اعاده کنیم. میتونیم با غذاهای درست و با مراقبت خانم را دوباره اعاده کنه. در افغانستان اکثر خانم ها به دلیل همین حالتشان کمخون هستند و کمخونی مشکلات زیاد برشان، از یک طرف اولادداری است، از یک طرف کار خانه است، از یک طرف خانم کمخون است، بیشیمه است، خسته است، زندگی دیگه کاملا برش دشوار میشه. مسئله دیگه ای است که اجازه بدین امرایتان شریک بسازم، برش امی حالت پیش بیارین، امی زمینه را پیش بیارین که یک نفری گپ امرایتان شریک بسازه و نشرمه. اگر شما یک مادر هستین و یا همه یک خواهر هستین، اجازه بدین که یک فرد ایره به صورت درست امرایتان شریک بسازه و با شما درک کنین، شما کمک کنین، نه یک امرایتان شریک سا خنده کنین یا اموترهایش کنین. وقتی یک نفر مشکل شریک میسازه ما باید اولی که درک کنیم، دوم احترام بگذاریم، سوم برش کار را انجام بدیم. بیاین ببینیم نظر اسلام که اسلام در مورد قاعدگی چی میگه. اگر از نظر اسلام آمده بود که واقعا میره باید پنهان کنیم، پس خوب است که پنهان کنیم. ببینین خداوند در کنارش پیامبر گرامی ما حرفهایی را در موردش زدن. در هیچ کدام از این احادیث، در هیچ کدام از این آیه های قرآن نامده که قاعدگی یا پریود یک شرم است، یک ناتوانی است. در هیچ جای از قرآن، در هیچ حدیث، در هیچ کلام نامده که این ناتوانی است. پس چرا در جامعه باید به این شکل به این نگاه شود؟ خداوند برش احترام گذاشته، پیامبر برش احترام گذاشته. پس شماها چرا مسخره میکنه؟ شماها چرا به دید ناتوانی به این میبینه؟ حتی یک مرد قسم یک چیزی نمیگه، ولی یک خانم خودش تلقین میکنه ایره به شکل ناتوانی. پس وقت اسلام به احترام گذاشته، اسلام در هیچ جایی نگفته که ایره پنهان کنین. اگر شما یک مشکل در این حالت درک میکنین، تو نیست هدف میتونه نیست که شریک بسازین هر ما دیگه چیغ بزنین پیش کلگی، پیش برادر، پیش پدر، ولی این ما پیریود شدیم. من میگم شرم های بی جایی که موجود است اونا را دور بسازین، نه که برین استوری کنین ولی ما پیریود شدم دیگه نشر بسازین. بعضی چیزها متاسفانه درک غلط میشه. هدفم از شریک ساختنش، هدفم از بیانش است تا هم شما همراه کس البته ایره شریک بسازین. اگر شریک هم میسازین کمک میخواین، مثلا شوهرتان، مثلا مادرتان، مثلا خواهرتان، که بتانه از لحاظ ایموشنال شما رو سپورت کنین و اگر مشکل برتان پیش میایه ایره بیان کنین. ولی تو در کل هدف من نیست که الا چیغ بزنین تمام روز بین همسایا و صنفیا و کلگی الا که من پریود هستم. به این شکل هم مناسب نیست. و بفهمین پروسه طبیعی است، حالت صحی تان نشان میده، باید برش افتخار کنین. خدای شکرت، من کاملا صحتمند هستم، من کاملا خوب هستم و این نشان صحت و سلامتی شماست. میبینین او خدا شکر، من هیچ مشکل نسایی ندارم. هر ماه در همون زمان مناسبش و من پریود پیش میاد و من کاملا یک انسان صحی هستم. اگر پریود من غیر منظمی بود به این معنی کدام مشکل دم بود. بازم خدا را شکر که خداوند مرا آگاه ساخت از یک مشکل درونیم که من آگاه نبودم. پس به هر حالتش باید شکر بکشیم، چون بر ما یک نشانه وجود داره، بر ما یک علامه وجود داره که ما را آگاه میسازه از اینکه آیا داخل وجود ما نرمال هست یا خیر. قدرتتان رو نگاه کنین. قدرت شما صحت شماست. خانم های افغانستان متاسفانه خودشان خود ضعیف میسازن، میگیرن غذای خوب به بچه هایشان میدن، اول به بچه هایشان میدن باز به دخترهایشان میدن. خودشان با وجود از اینکه مثلا 10 فرزند داره، با وجود از اینکه بعضشان حتی 12 فرزند دارن، خودشان مواظب صحتشان نیستن،
خودشان اون جزای عاد داره او را دوباره اعاده نمیکنن. در زمانی که باید استراحت کنه استراحت نمیکنه. او چیزهایی را که باید مراعات کنه، مثلا از تکه پاک استفاده نمیکنن و یا هم زود تبدیل نمیکنن در پولیش، چون مصروف کار خانه میشه، مصروف اولادداری میشه و اونا را اولویت زندگیشون قرار میده. به می خاطر خود فراموش میکنه، قدرت خود میباز. وقت انسان به قدرت شوه هیچ کس برش اهمیت نمیده، حتی همی فرزندایتان باز فردا برتان اهمیت نمیده. اگر شما سالم نباشین، اگر شما بار دوش جامعه باشین، فرزندایتان برتان هیچ وقت باز اهمیت نمیده، شوهرتان هیچ وقت برتان اهمیت نمیده. بناهن صحتتان که قدرتتان است، خداوند برتان قدرت به صورت طبیعی داده، ایره نگاه کنین و از استفاده کنین در زندگیتان. رسیدیم به پایان بحث ما. زنده و سلامت باشین. بسیار تشکر از اینکه بیننده بودین، بسیار تشکر از اینکه تحمل کردین. امیدوارم چیزهایی را یاد گرفته باشین و در پولیش عملی کنین اینا را و صحت کامل داشته باشین، خانم‌های توانمند باشین، خانم‌های سالم باشین. جامعه نیاز به خانم‌های سالم داره. کشور ما نیاز به زنان قدرتمند داره تا مبارزه کنه علیه نادانی‌ها، علیه فقر. نباید دامنه فقر ما گسترش بدیم، نباید دامنه نادانی‌ها را گسترش بدیم. ما باید خانم‌های توانمند باشیم، مادرای توانمند باشیم، استادای توانمند باشیم، دکترای توانمند باشیم تا بتونیم خانم‌ها را از این حالت بد که اینا حال سپری میکنن از این حالت بد بکشیم و اینا هم زندگی نرمال داشته باشن، مثل خانم‌هایی که در غرب هستن، مثل خانم‌هایی که در شرق هستن. تمام خانم‌های دنیا در سراسر دنیا اینا خوشبخت هستن چون اینا صحت دارن، چون اینا مواظبشان بودن. ولی ماها، کشور ما، خانم‌هایشان متاسفانه این قدرتشان خودشان از دست میدن، این قدرتشان خودشان ضایع میسازن و یک فرد ناتوان، یک فرد بار جامعه به دست میآید که بعداً تحملش بسیار مشکل است. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. انشالله بحثای مهم دیگه در مورد صحت خانم‌ها، در مورد صحت اطفال می داشته باشیم. تشکر از توجهتان. خدا نگهدار.